نصیحت دلسوزانه و مفید و فایده بخش و فایده آور بر زنان برای زندگی خوشبختانه و آرامانه و آسایش را با شوهران خود پیدا کنند. اولا الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، خواهر گرامی و مادران گرامی قدر، در حضور شوهر با آداب و با اخلاق باشید. یعنی هنگام حضور داشتن شوهر باید احترام و حرمت ظاهر کرده شود. با چشم و با سخن، با حرکت ها باید آرامی و محبت را میان خود و شوهر نمایش داد. یعنی در حضور شوهر با آداب باش و در آن چیزی که میخواهد مقابله نشان مده. گوش انداز، اطاعت کن و فرمان را اجرا نما و صدایت را با صدای او بلند هم مکن و با خواست او مخالفت مکن، بلکه گوش انداز و اطاعت و فرمان روایی کن، مگر آنچه که در معصیت الله باشد در این اطاعت کرده هم نمی شود. زن باید در مرزهای شرعی و عقلانی با شوهر اطاعت کند. اطاعتکاری سبب محبت شوهر به همسرش، مستحکم شدن خانواده می گردد. زبانت را کوتاه نگاه دار، زیرا درازی آن سبب آتش مصیبت می گردد. فرمانبردار باش و گفتارش را اجرا کن. صدایت را بلند هم مکن و صدایت را از صدای او بلندتر هم مکن. به شوهر داد مزن، با صدای بلند در نزد او سخن مگو. اسلام نیز چگونه که مردان را با تواضع و فروتنی میخواند، زنان را نیز در برابر شوهران خود با سخن نرم و ملایم و نیکویی فرا میخواند. و زبانت را کوتاه نگاه دار، زیرا با درازی زبان آتش مصیبت ها افروخته می شود و زن زبان دراز با زبانش بحث، حقارت، ضدیت نشان می دهد که این آهسته آهسته محبت را از قلب مرد می برارد و در قلب مرد آتش کبر و بغض و حسد و کینه و دیگر چیزها را بالا می گرداند. برای همین صبر و خاموشی بسیار وقت بهتر از جواب سخت است و همچنین در جواب هم اگر چندی در حق راه درست هم باشی، با ملائمت با او ملاقات کن و در نزد شوهر با اشاره دست خشمگین مشو و با ظاهر کردن ضعیفی خود را هم پس مشمار، بلکه ریزا باش. هر قدر خود را در نزد شوهر نیکو شمردی، همون قدر قدرت بلند می‌گردد و هر قدری که زبان درازی و زیج سخنی کردی و بی قدری نمودی، همون قدر قدرت در نزد شوهر کم می‌گردد. با اشاره دست خشمگین مشو و در ظاهر کردن نارضایت خود را ضعیف نشان مده، بلکه تلاش نما که هر حاله باشد، اگر از جانب شوهر هم نافهمایی باشد، به نزدش رو او را آرامش ببخش. به درستی که رازیگی شوهر این باغ دل حیاتی توست. از بحث و ضدیت دوری جوی، زیرا آن سبب نفرت و خشمگینی بین زن و شوهر می‌گردد. از مناقشه ها که محبت را از قلب این مرد پاره پاره می‌کند. از مناقشه ها و نافرمانی ها و گوش نانداختن به سخن شوهر به درستی محبت را در قلب شوهر پاره پاره می‌کند. به جای بحث باید فهمیش و ملاقات و گرمی دل باشد و با سخنان سخت دل او را مرنجان، زیرا این دل رنجانی در خاندان فاجعه ها می آورد و زن می تواند با یک جمله سخت یک عمر شیرین و پر از محبت خود را نابود بسازد و حرفای گوارا باشد تمام سختی ها را، تمام بیماری ها را شفا می بندد. با شوهر مهربان و دلسوز باش، در جلب محبتش تلاش کن. هنگامی که زن مهربان است و غمخوار، دل مرد با سوی او گردش می خورد. پس دل مرد را با کلام شیرین، با خوراکی با لذت، با چهره کشاد به دست آوردن ممکن است. و هنگامی سخن با او نرم باش، با تواضع، با زیبایی ظاهر و آوازی شیرین و دلانگیز او را شاد گردان. با چهره تبسم و با آواز شیرین و زیبایی ظاهر او را خوشحال بنما و خوشحال بگردان. زن می تواند با ملائمت بودن محیط خانواده را آرام بگرداند، غضب شوهر را بپوشاند، چون لفظ نرم و کلام خوب مثل عطر تأثیر بخش است که انسان را به سوی خود جلب می کند. بعضی از زنان با یک کلمه گوارا شوهران خود را شاد می کنند، غضب او را خاموش می سازند و دل او را نرم می کنند. پس با آن نرمی طبیعتی که الله بر زنان بخشیده است آنگونه باش. زندگی او را با دور کردن غم و غصه و مصیبت ها شیرین بنما.
چون نرمی زن این لطیفه قلب مرد است که در آخر محبت را در قلب مرد جایگیر میکند که این سزاوار خوشبختی زن و خانواده خود میگردد. و در آخر بدون خواهر گرامی که زن میتواند ستون خانه آرامش خود بگردد یا پایه شکسته کاسته خانه. و نیز در آخر شوهر نیز در مقابل این ارزش ها باید سهمی ارزشمندتری را بگذارد، با معامله نیک، با رفتار خوب و اخلاق نیکو، با دعا و صبر، حلم و تحمل، تمام اساس موفقیت ها در خانه هویدا میگردد. و بالله توفیق.